اشکانیان سلسله‌ای از پادشاهان ایرانی بودند که از حدود سال 247 پیش از میلاد تا 224 میلادی بر بخش‌های بزرگی از ایران و بین النهرین حکومت کردند. این سلسله توسط اشک یکم پایه‌گذاری شد، کسی که شورش علیه سلوکیان جانشینان یونانی اسکندر مقدونی را رهبری کرد. دوران اشکانیان به خاطر نفوذ فرهنگی بزرگشان شناخته شده است. آنها پل ارتباطی بین فرهنگ هلنیستی یونانی و فرهنگ ایرانی بودند. از نظر سیاسی، اشکانیان رقیب اصلی امپراتوری روم در شرق بودند و در نبردهای متعددی با رومیان درگیری داشتند که یکی از مشهورترین آنها نبرد حران بود که در آن توانستند رومیان را شکست دهند. شیوه حکمرانی آنها به صورت فئودالی بود، به این معنی که قدرت میان پادشاه و اشراف و خاندانهای بزرگ تقسیم شده بود. سرانجام، به دلیل ضعف داخلی و جنگ‌های پیدرپی با روم، اشکانیان توسط اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانی، سرنگون شدند و دوران آنها به پایان رسید. برای دانستن تاریخ، ما را دنبال کنید.